امروز میخوام در مورد اثر دانینگ کروگر باهاتون حرف بزنم. اثر دانینگ کروگر نوعی سوگیری شناختیه که در اون افراد باهوشتر خودشون رو دست کم میگیرن، در حالی که افراد نادان بیشتر فکر میکنن که باهوش هستن. بر طبق این اثر مردم بر این باورن که هوش و ذکاوتشون از اون چیزی که فکر میکنن بیشتره. اساساً افراد کم توان مهارت‌های لازم برای تشخیص بیکفایتی خودشون رو ندارن. ترکیبی از خودآگاهی ضعیف و توانایی شناختی پایین باعث میشه که اونها توانایی‌های خودشون رو بیش از حد ارزیابی کنن. همونطور که چارلز داروین در کتاب خود تبار انسان نوشته، جهل بیشتر از دانش باعث اعتماد به نفس میشه. دانینگ و کروگر پی بردن که افرادی که در سطح بالایی از طیف شایستگی قرار دارن دیدگاه‌های واقع بینانه‌تری نسبت به دانش و توانایی خودشون دارن، حتی خودشون دست کم هم میگیرن.